درود بر شما بانوی هنرمند. لطف کنید که خودتون رو برای ما معرفی کنید و نام اثر و سبکی رو که در نمایشگاه ذهن رنگی برای ما آوردید رو در موردش رنگی توضیح بدید. سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنون از آقای سفری عزیز که این هماهنگی قشنگ رو انجام دادن. من کارم میکس مدیا هستش، یعنی تکنیک میکس مدیا رو کار میکنم که تو این نمایشگاه من تکنیک میکس مدیا و البته تلفیقی از دو تکنیک هستش، تکنیک میکس مدیا و کالیگرافی برجسته کار کردم که یه کار جدید هستش و تازگی داره شکل میگیره و به عرصه میاد. من کلا خودم اولین نفری بودم در ایران که میکس مدیا رو کار کردم و تکنیک میکس مدیا رو آوردم. حالا ببینیم خوششون میاد حضور یا نه. حتما و باعث افتخار ما حضور عزیزانی چون شما که خاص و متفاوت هستند و برای کارهای خلاقانه حضور پیدا میکنن تا سایر دوستانی که اولین کارشون هست و در شروع کار هنر هستن بتونن ایده بگیرن و از تجربیات شما عزیزان استفاده کنن. متشکرم. من فراموش کردم خودم معرفی کنم. سنیه توکلی هستم. با بیش از 30 سال سابقه در رشته هنر دارم. دیپلمم از هنرستان هستش و چندین دیپلم هنری هم از فنی حرفه‌ای کشور دارم. ممنون از حضورتون و امیدواریم که شاهد موفقیت‌های روزافزون شما برای جامعه هنری ایران باشیم. ممنونم. متشکرم از شما و دیگر همکارانتون. متشکرم. خدا نگهدار.